السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من این چاه غرس نمدورا چاهی که رسول الله صلی الله علیه و سلم ای چاه او خورد او نوشید و تو وصیت کردگی بود که وقتی وفات میکنه همین چاه او همین چاه چش کنم غسلش بدارم. زیاده 1400 سال گذشتگی حالی هم ای چاه او داره، حالی هم ای چاه او مردم می نوشن. انا که ای چی میکردن ده؟ رسول الله صلی الله علیه و آل خوردگی بود؟ او خوردگی بود؟ با همین وصیت که اگه غسلش دارم بگم ها نو جوازی تاریخش پرا نایستگی های حاضر بریم تاریخش هم میبینیم. اینجا مردم او میگیرن زمکو عدل نکردگی هم مردکو عدل نه. حاضر این هم میبینیم احد المعالم التاريخ المرتبطة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تقع في حي العوالي. ده كل عوالية براه قربان قتيمي في جنوب ده طرف جنوب حرام يعني مسجد رسول الله تبعد عن مسجد قباء 1500 متر. أي مسجد قباء 1500 متر دورة وهي بئر مطوية بالحجارة البازلتية بسانگ روز کردگی چو بجوارها بعض الأساسات المباني وتذكر مسار طريق النبي الغرس احتفرها مالك بن النحات. مالك بن النحات صحابي حمود چیش کردگی كان لگی شيء وهو جد سعد أنا صحابي نبدس بوبي سعد بن خيثمة بدس بوبي سعد بن خيثمة بن الحارث بن مالك بن النحات يعني مالك بن النحات بوبي سعد بن خيثمة بدس الذي نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بداره عند قدوم المدينة. رسول الله صلى الله عليه وسلم در خانه همی سعد بن خیثمه آمد، در همی جا آمد استاد فرماد و بعد همجد چوها چی کردن و نصب الى الغرس روایت تتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم منها شرب النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ودعاؤه لها بالبركة. در همجا رسول الله آب نوشید و دعا کرد برای برکت شوینه تا امروز او داره و رؤیته انه اصبح على بئر من آبار جنت و روایته و یکی از روایت که مثل که یکی از چاهای جنت شده باشه و وصیت لعلی ابن ابی طالب بان یغسله بسبع قرب منها و وصیت کرد علی رضی الله عنه را وصیت کرد که همین او 700 تل به 700 تلش بگیره غسلش بداره وقتی وفات میکنه. بقوله بئری یعنی چاهی خدم گفت حين وفاته ونسبته البئر الیه بقوله بئری که چاهی معنی گفته است. خلاص اینجا خونه سعد ابن خیثمه بوده است در همینجا استفاده. اینم خیلی تاریخ داره، تاریخ بسیار چطور داره. اگه اگان جای چی نیست که ما ایره बहुत रश बहुत है ना برکت دیگه تاریخیه، تاریخی جای این همی خیله چوه این همی خیله بانی نمودش. این بعد همه وقت بوی نیسته سهر با فیلم رسته عبیتی ها کشوده میشه و چند وقت خیره سور کوشش کنی اگر عبیتی بیایی بعد عبید بیایی که عبید بیایی میشه. خلاص اینجا خونه سعد ابن خیثمه بوده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در همینجا فر اومده است، ایستاده است، همین چای آب نوشیده است و بعد رفته است و وصیت کرده است به علی رضی الله عنه که با 7 سطل آب همین وقتی وفات میکنه غسلش بدارن. اینجا دارالهجره ای مدرسه مکتب برای بچه ها، مکتب ای خد بچه ها دارد. हाँ जी भाई सुनाओ। ये बीरेगढ़ से हाँ। वहाँ आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू किया करते थे और 7 कुओं का पानी मिलाकर इसी कुएं के पानी समेत गुस्ल दिया गया आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और ये जो आपको पीली बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं साथ साथ
वो मदरसे बना दिए गए हैं। यहाँ यहूद वबस्ता थे, मकीन थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत यहाँ आने से वो सब यहाँ से अल्लाह ने फनाई कर दिया उन्हें, ठीक है। और ये पास पास ही हज़रत सलमान फारसी का बाग है और वीर उस्मान है, वीर उस कुएँ को कहते हैं। हाँ। जब आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म किया कि कोई है जो इस कुएं को ख़रीद के मुसलमानों के लिए वक़्फ़ करे, तो हज़रत उस्मान गनी ने ख़रीदा था। नेक्स्ट आपको वो ज़ियारत करवाऊँगा, आप वो दिखा दें जो मदरसे बना दिए गए हैं और जहाँ यहूदी वाबस्ता थे, ये है वो। हाँ, मैं आपके चश्मों में अपने आप को देख रहा हूँ। सही, आप अपने आप को कम देखा करें, वीडियो बनाएं। यही वो घर है जहाँ मदरसे दीनी बुनियादी बना दिए गए। ها این همیجا میگه خونه های بودن که یهودی ها بودن در همیجا همش. بعد مقصد که اینجا رفتن در جوش همی مدرسه ها رو روز کردگی، مکتب های بچگی روز کردگی خلاص. خیلی جای تاریخی ہے. مدینه منوره اومدی اگر انشاءالله حتما اینجا رو زیارت کنید. جای تاریخی ہے، جایی که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم پوش هموندگی ہے، جایی که صحابه ها زندگی میکردن. خلاص اومده مدینه منوره با ما تعلق شه. انشاءالله همه زیارتگاه ها را و شما سر و سیما نوشیده همه را نشون تو میتیم. تماشا میکنین، تاریخ هم میفهمین، میبینین، مزه میکنین، استراحت میکنین، عمره میکنین، حج میکنین، همش میشه انشاءالله. خیلی با در نوارای بعدی با نشون تو میتیم که جا چیه چی خیلی. حیاک الله.